بابی 4. ما را همچون خدمتگاران مسیح که وظیفه اعلان کردن سرهای خدا به ما سپاریده شده است حساب کنید. از ما خدمتگاران طلب کرده می شود که وفادار باشیم. من پروا ندارم که شما یا آدمان دیگر مرا چگونه بها می دهید. خود من هم خود را بها نمی دهم. وجدانم پاک باشد هم این معنای آن ندارد که خداوند مرا بیگناه می حسابد. چون که من با او باید جواب دهم. از این رو تا وقت معین شده، یعنی تا بازگشت خداوند عیسی، کسی را حکم نکنید. او چیزهایی را که در تاریکی پنهان شده‌اند عیان می کند و نیت دلها را آشکار می سازد. آنگاه هر شخص از جانب خدا سزاوار تعریف می شود. این گپ‌ها را من درباره خودم و اپولوس برای فایده شما برادران و خواهران می گویم، تا از ما یاد گیرید که از آن چی نوشته شده است نباید بیرون برآمد. آنگاه یکی را از دیگر بالاتر نمی گذارید. در حقیقت کی شما را از دیگران بالا گذاشته است؟ شما چی دارید که آن را از خدا نگرفته اید؟ اگر از خدا گرفته باشید برای چی فخر میکنید که گویا نگرفته باشید؟ شما الکی سیر شده اید، ثروتمند شده اید، به ما حکمرانی میکنید. کاش که شما در حقیقت پادشاهی میکردید و ما هم همراهتان حکمرانی میکردیم. فکر میکنم که خدا ما فرستادگان را مثل شخصانی به مرگ حکم شده در قطار آخر جای کرده است. ما برای تمام جهان با آدمان و فرشته ها صحنه تماشا شده ایم. ما در نظر شما به خاطر مسیح بیعقل، ولی شما همچون پیروان مسیح عاقل هستید. ما ناتوان، اما شما توانا هستید. شما آبرومند، ولی ما بی آبرو هستیم. ما تا حال گشنه و تشنه و جنده پوش می گردیم. ما را لط و کوب می کنند. خانه و در نداریم. عرق جبین ریخته با دستان خود نان خوردنی می یابیم. ما را دشنام می دهند، ولی ما آنها را دعای نیک می دهیم. ما را عذاب می دهند، ولی ما طاقت می کنیم. ما را تهمت می کنند، ولی ما با نیکی جواب می دهیم. به ما تا امروز به مثل پرتاو جهان، یعنی پرتاو آدمان مناسبت می کنند. من نه برای شرم داراندن شما، بلکه برای اصلاح کردن شما فرزندان عزیزم می نویسم. در مسیح هزارها راهنما شما را تعلیم دهند هم تنها یک پدر دارید. از آن که من به شما خوشخبر را آوردم، من برایتان در عیسی مسیح پدر شدم. التماس می کنم از من عبرت گیرید. از آن که من در شهر شما نیستم، من پسرخواند دوست داشتم تیموتئوس را به نزدتان فرستادم. او به خداوند وفادار است و به شما خاطر رسان می کند که من موافق تعلیماتی که در هر جماعت ایمانداران می دهم چگونه مسیح را پیروی می کنم. بعضی ها با گمان آن که من به نزدتان نمی آیم هوا بلند شدند. لیکن اگر خداوند خواهد به نزدیکی به پیشتان آمده می بینم که آیا آدمان هوا بلند در حقیقت قوت خدا را دارند یا فخر آنها تنها در گپ است. زیرا پادشاهی خدا نه در سخن بلکه در قوت است. کدامش به شما معقول است؟ آیا می خواهید که به نزدتان آمده شما را برای تغییر ندادن رفتارتان با خیمچه جزا دهم، یا برای اجرا کردن گفته هایم به شما محبت و نرمدلی نشان دهم؟
باب 5. آوازه به گوشم رسید که از بین شما یک شخص با زن پدرش خفت و خواب می کرده است. حتی آنهایی که خدا را تماما نمی شناسند چنین گناه نمی کنند. شما گناه او را می دانید ولی منمنی می کنید. بهتر نیست که بجای این اندوهگین شده همان آدم را از جماعتتان پیش کنید. من از شما جسماً دور باشم هم روحاً همراهتان هستم. من گویا با شما حضور داشته باشم الکه این شخص را حکم نمودم. وقتی که به نام خداوندمان عیسی جمع می شوید و من روحاً با قدرت خداوند ما عیسی با شما می باشم، آن شخص را از حمایه جماعت محروم نموده به اختیار شیطان سپارید. از عذابی که او در دست شیطان می بیند او گناههای جسمش را ترک کرده در روز بازگشت خداوند نجات می یابد. در این مورد منمنی کردنتان خوب نیست. نخواد ندانید که این گناه به مانند خمیر ترشی کمی است که تمام خمیر را ترش می کند. پس این خمیر ترش را از میان خود بیرون کنید تا که خمیر نو باشد. شما در اصل همان نانی بی خمیر ترش هستید، زیرا برای عید نجات یعنی مسیح الکی به قربانی آورده شده است. بیایید عید نجات را نه با خمیر ترش کهنه کینه و بدی بلکه با فطیر صمیمیت و راستی پیشواز می گیریم. من در مکتوبم نوشته بودم که با گناهکاران جنسی مناسبت نکنید، لیکن شما آن را نادرست فهمیدید. شما فکر کردید که من تمام گناهکاران جنسی را در نظر داشتم، لیکن من به ایمانان این جهان را که گناهکار جنسی و چشم گرسنه و غارتگر و بت پرست هستند در نظر نداشتم، وگرنه باید این جهان را ترک می‌کردید. من گفتنی بودم که با کسی که خود را ایماندار می‌گیرد و لیکن در اصل یا گناهکار جنسی یا چشم گرسنه یا بت پرست است یا تهمتچی و یا می پرست یا غارتگر است مناسبت نکنید. با چنین شخص حتی هم طبق نشوید. به ایمانان را حکم کردن وظیفه من نیست، لیکن ایمانداران جماعت را که گناه میکنند حکم کردن وظیفه شماست. خدا در نوشتجات میگوید بدکار را از بینتان رانید. با آدمانی از جماعت بیرون باشد خدا حکم میکند. باب 6. هرگاه که یکی از شما به دیگر دعوا دارد چگونه برای حل مسئله نه به نزد خلق خدا بلکه به نزد بی ایمانان می رود؟ یا شما نمی دانید که روز خلق خدا جهان را داوری می کند؟ اگر شما جهان را داوری کنید نخواد مسئله های خرد را حل کرده نتوانید؟ مگر شما نمی دانید که ما حتی کارهای فرشته ها را داوری خواهیم کرد؟ این طور که باشد مگر ما مشکلی های خرد را خودمان حل کرده نمی توانیم؟ اگر مسئله های عادی پیدا شوند چرا آن را نزد آدمان می آورید که به جماعت ایمانداران تعلق ندارند؟ من این را برای شرمنده شدن شما می گویم. نخواد در بین شما یک خردمند یافت نشود که بحث بین ایمانداران را برطرف کند. لیکن برعکس ایماندار با ایماندار بحث می کند و شخص بی ایمان آن را برطرف می نماید. همین در بین خود دعوا داشتن الکی یک شکست است.
بهتر است که رنجیده یا غارت شده باشید، ولی خود شما برادر و خواهرانتان را می رنجانید و آنها را غارت می کنید. خدا به بدکاران هیچگاه امکان نمی دهد که همراهش حکمرانی کنند. خود را فریفته نکنید. به گناهکاران جنسی و بت پرستان، زنان و شوهران خیانتکار و همجنسگرایان و بچه‌بازان، دزدان و چشم گرسنگان، می پرستان و تهمتچیان و یا فریبگران پادشاهی خدا نصیب نمی گردد. بعضی شما نیز در گذشته چنین گناهکار بودید، لیکن اکنون شما از گناهتان شسته شدید و به خدا بخشیده شدید. این چنین با نام خداوند عیسی مسیح و قوت روح خدایمان سفید شدید. شما میگویید همه کار برای من رواست، لیکن نه همه چیز فایده‌ناک است. باز میگویید همه کار برای من ممکن است، اما من به شما میگویم که هیچ چیز نباید ما را غلام گرداند. شما میگویید که غذا برای شکم است و شکم برای غذا است، اما خدا هر دویش را نابود میکند. بدن نباید برای گناه‌های جنسی، بلکه برای به خداوند خدمت کردن استفاده برده شود و خداوند بدن را نگاه میکند. خدا چه خیلی که خداوند عیسی مسیح را با قوت خود زنده کرد، ما را هم زنده خواهد کرد. مگر شما نمی دانید که بدن شما به مسیح تعلق دارد؟ آیا ممکن است که من آنچه که از آن مسیح است گرفته به بدن فاحشه یک جای سازم؟ هرگز. آیا شما نمی دانید که اگر کسی با فاحشه یک جای شود، با او یک جان و تن می شود؟ در این باره در نوشتجات خدا آمده است دو کس یک تن می شوند. اما هر کی با خداوند پیوند شود، روحاً با او یک می شود. از گناه جنسی گریزید. هر گناه دیگری که آدم می کند بر ضد بدنش نیست، لیکن گناهکاران جنسی بر ضد بدن خود گناه می کنند. مگر نمی دانید که بدن شما مکان مقدس، یعنی معبد روح القدس است که در وجودتان زندگی می کند؟ مگر نمی دانید که روح القدس را به شما خدا عطا کرده است؟ شما به خود تعلق ندارید، چون که او شما را با نرخ گران خریده است. برای همین بدن خود را برای بزرگ داشتن نام خدا استفاده برید. باب 7. شما قرنتیان به من در مکتوب پیشینه اتان نوشته بودید که زن نگرفتن مرد بهتر است، لیکن برای پیشگیری کردن گناه جنسی بهتر است که هر مرد زن خود و هر زن شوهر خود را داشته باشد. بگذار شوهر نسبت به زنش و زن نسبت به شوهرش وظیفه های زناشویی را اجرا کند. زن بر بدن خود اختیاردار نیست، زیرا آن از آن شوهر است. شوهر نیز بر بدن خود اختیاردار نیست، زیرا آن از آن زن است. بغیر از آن که با راضی طرفین برای دعا و روزه وقت صرف می کنید، در حالتهای دیگر از یکدیگر دوری نجویید. سپس از نو یک جایه شوید، وگرنه شیطان به سبب خودداری کردن نتوانستنتان شما را به گناه جنسی می برد. در این باره من نه فرمان بلکه مصلحت می دهم. می خواستم که همه آدمان به مثل من در حیات عطای مجرد ماندن داشته باشند، لیکن خدا به هر کس قابلیت و عطاهای گوناگون داده است. من به شخصان مجرد و بیوزنان مصلحت می دهم که بهتر است ازدواج نکنند و مثل من بمانند
ولی اگر طاقت کردن نتوانند بگذار عائله دار شوند. زن گرفتن بهتر است از آن که به هوس‌های علاقه جنسی گرفتار شوند. با آدمان عائله دار نه من بلکه خداوند فرمان می دهد که زن از شوهرش نباید جدا شود. اگر زن از شوهرش جدا شود بگذار دیگر ازدواج نکند یا با شوهرش آشتی شود. مرد هم نباید از زنش جدا شود. به دیگران باشد نه خداوند، بلکه من میگویم که اگر مرد ایماندار شده زنی به ایمان داشته باشد و آن زن به زندگی با شوهرش راضی باشد، مرد نباید زنش را طلاق دهد. همچنین اگر زنی ایماندار شده شوهری به ایمان داشته باشد و آن مرد به زندگی با زنش راضی باشد، زن نباید شوهرش را ترک کند. زیرا شوهری به ایمان به واسطه زنی ایماندارش و زنی به ایمان به واسطه شوهری ایماندارش پاک می گردد. در چنین حالت کودکانتان پاک هستند وگرنه آنها ناپاک می بودند. ولی اگر همسری به ایمان جدا شدن خواهد بگذار جدا شود. در چنین وضعیت همسری ایماندار مجبور نیست که با همسری به ایمان زندگی را دوام دهد. خدا ما را با آسایشتگی دعوت کرده است. ای زنی ایماندار، ای مرد ایماندار، کی می داند که اگر همراه همسری به ایمان زندگی کردن گیرید او را نجات داده می توانید. به هر حال هر یکیتان موافق حیاتی که خداوند داده است زندگی کنید و در همان حالتی که خدا شما را دعوت کرده است بمانید. من به همه جماعت‌های ایمانداران چنین فرمان می دهم: اگر کسی ختنه شده باشد ختنه شده باقی ماند و اگر ختنه نشده باشد ختنه نکند. بین ختنه شده و ختنه نشده فرق نیست. مهم آن است که شخص فرمانهای خدا را رعایت کند. بگذار هر کس در همان حالتی که خدا او را دعوت کرده بود باقی ماند. اگر هنگام غلام بودنتان خدا شما را دعوت کرده باشد که به مسیح ایمان بیارید اندوهگین نشوید. لیکن اگر امکانیت آزاد شدن باشد آن را استفاده برید، زیرا غلامی که خداوند او را دعوت کرده است برای خداوند آزاد است. این چنین شخص آزادی دعوت شده غلام مسیح است. خدا شما را با نرخ گران خریده است، برای همین غلام آدمان نشوید. برادران و خواهران، در همان حالتی که خدا شما را دعوت کرده بود باقی مانید. درباره دختران از خداوند یگان فرمان ندارم، لیکن می خواهم که اندیشه خودم را گویم. از آن که خداوند و من رحم کرده مرا فرستاده تعیین کرد به من باور کردن ممکن است. فکر می کنم که در این زمان دشوار بهتر است هر کس در همان حالتش بماند. یعنی اگر عائله دار باشید جدا نشوید، اگر بیزن باشید زن نگیرید، لیکن اگر زن گیرید هم گناه نمی کنید. این چنین اگر دختری به شوهر براید گناه نمی کند، از بس که در حیات زن و شوهری عذابها زیادند. من رحم شما را می خورم. برادران و خواهران، من گفتنیم آخر زمان نزدیک است و وقت کم مانده است. برای همین فرق ندارد که شخص عائله دار هست یا نه. این چنین فرق ندارد که شخص گریه می کند یا خوشحالی می کند، خرید می کند یا خرید نمی کند. کسی که با کارهای دنیوی مشغول است نباید سرگرمی کار شود، بلکه به کارهای خداوند اهمیت کلان دهد، زیرا این دنیا گذران است. من می خواهم که شما از تشویش ها آزاد باشید. مرد بیزن به کارهای خداوند بند است تا که به او پسند آید، ولی مرد عائله دار برای به زنش پسند آمدن و کارهای جهانی بند است و به دو طرف تقسیم شده است.
دختر یا بیوه‌زن سرگرم کارهای خداوند است تا که هم روحاً و هم جسماً به خداوند بخشیده شده باشد. زنی شوهردار برای به شوهرش پسند آمدن به کارهای جهانی بند است. من این را برای فایده شما می گویم و نه برای آنکه شما را از یگان چیز محروم کنم تا که شما به کارهای دیگر بند نشده پرهیزگارانه و پیوسته در خدمت خداوند باشید. اگر مرد فکر کند که نسبت به نامزد خود نادرست رفتار می کند و هوس‌های شهوانیش را اداره کردن نتواند و فکر کند که باید زن گیرد، بگذار با همان دختر عائله‌دار شود. لیکن اگر مرد قرار دهد که زن نمی گیرد، با عائله‌دار شوی احتیاج ندارد و هوس‌های شهوانیش را اداره کرده می تواند، خوب است که زن نگیرد. هر کسی که زن می گیرد رفتار خوب می کند و هر کسی که زن نمی گیرد باز هم خوبتر رفتار می کند. زن هنگام زنده بودن شوهرش به او تعلق دارد. پس از وفات شوهرش او به شخص دلخواهش به شوهر برآمده می تواند. مهم آن است که آن مرد به خداوند ایمان داشته باشد. مصلحت می دهم که اگر زن دویم باره شوهر نکند خوشبختتر می شود. به فکرم مصلحتی دادم از جانب روح خداست که او در وجود من است. باب 8. اکنون درباره گوشت حیوانی که به بت‌ها قربانی کرده می شود گپ می زنیم. همه ما در این باره چیزی می دانیم. لیکن اگر تنها دانش داشته باشیم هوا بلند می شویم. اگر از روی محبت این دانش را به دیگران فهمانیم همه آباد می شوند. اگر کسی فکر کند که همه چیز را می داند، در اصل او هنوز به درجه کافی همه چیز را نمی داند. اما کسی که خدا را دوست می دارد، خدا وی را از آن خود دانسته است. اکنون درباره گوشت گپ می زنیم که به بت‌ها قربانی کرده می شود. ما همه می دانیم که بت خدا نیست و بغیر از خدای یگانه خدای دیگری وجود ندارد. هم در زمین و هم در آسمان بسیار چیزهایی هستند که آدمان آنها را خدایان و خداوندان حساب می کنند. چون این خدایان و خداوندان بسیار باشند هم برای ما یک خدا هست که او پدر می باشد. او همه چیز را آفریده است و ما برای او زندگی می کنیم. همچنین یک خداوند داریم که او عیسی مسیح است. همه چیز به واسطه او آفریده شده است و ما به واسطه او زندگی می کنیم. لیکن نه همه ایمانداران می دانند که بت‌ها چیزی بیجان هستند. بعضیشان تا حال فکر می کنند که بت‌ها زنده هستند. برای همین وقتی آنها گوشت قربانی را خریده می خورند، فکر می کنند که آن در حقیقت به بت‌ها بخشیده شده است و این وجدان سستشان را عذاب داده ناپاک می گرداند. لیکن خوراک ما را به خدا نزدیکتر نمی کند. ما از خوراک نخوردن بدتر نمی شویم و از خوراک خوردن بهتر نمی شویم. اما احتیاطکار باشید. نگذارید که چیزی می خوردگیتان ایمانداری دیگر را که ایمانش سستر است به وسوسه برد. از بس که می دانید که بت‌ها هیچ چیزند، شما بی‌ملال در سر دسترخوان در بتخانه ششته می توانید. لیکن کسی سست ایمان که فکر می کند خوردن گوشتی و بت‌ها قربان شده منع است، شما را بیند مگر رفتارتان او را به گناه تیله نمی دهد. آنگاه مگر دانشمندی شما او را از راه زده ایمانش را نابود نمی کند. احتیاط شوید. آخر مسیح برای آن برادری سست ایمان هم مرده است. با این کارتان شما بر ضد ایمانداران دیگر گناه کرده به وجدان سستی آنها ضرر می رسانید و هم بر ضد مسیح گناه می کنید. برای همین
اگر گوشت قربانی خوردنم سبب گناه کردن برادرم شود، پس بهتر است که من اصلا گوشت نخورم تا که او را به گناه نبرم. باب 9. شما می دانید که من همچون مرد آزاد حق و حقوق دارم و فرستاده عیسی مسیح تعیین شدم. من خداوند عیسی را با چشمان خود دیدم. نتیجه مهنت من بود که شما به خداوند ایمان آوردید. شاید دیگران مرا فرستاده مسیح حساب نکنند، لیکن من برای شما فرستاده هستم. ایمان آوردنتان انیق نشان می دهد که من فرستاده هستم. این است جواب من به آنهایی که مرا تنقید می کنند. ما همچون فرستادگان مسیح حق داریم که از حساب جماعت ایمانداران زندگی کنیم. ما نیز به مانند پتروس و دیگر فرستادگان و برادران خداوند حق داریم که زن ایماندار گرفته همراه همان به سفر بریم. یا فقط من و برنبا باید برای نان خوردنی کار کنیم؟ کدام سرباز از حساب خودش خدمت می کند؟ کدام دهقان تاک شینانده انگورش را نمی خورد؟ یا کدام پادبان را دیدید که از شیر رمه‌اش نمی خورده باشد؟ این سخنان نه فقط از نقطه نظری آدمی است، بلکه شریعت نیز آن را تصدیق می کند. زیرا در شریعت موسی چنین نوشته شده است: وقتی که برزگاه و خرمن را می کوبد، دهانش را نبند، مگر خدا تنها درباره برزگاه غمخواری می کند؟ البته نه، او درباره ما گپ می زند. این سخنان در نوشتجات برای آن آمده است که هم کسی که شودگار می کند و هم کسی که خرمن می کوبد برای گرفتن حصه خود از حاصل امید دارند. ما به شما خوشخبر را رسانده در بینتان تخم روحانی کاشتیم. آیا حق نداریم که از شما حاصل یعنی کمک مادی گیریم؟ اگر دیگران به یاری شما حق داشته باشند، پس ما نسبت به آنها بسیارتر حق داریم. لیکن ما این حقمان را استفاده نبرده ایم. برعکس به همه چیز طاقت میکنیم تا که به پهن شدن خوشخبری مسیح خلل نرسانیم. مگر نمیدانید آنهایی که در معبد خدا خدمت میکنند از آنجا خوراک میخورند و آنهایی که در نزد قربانگاه خدمت میکنند حق خود را از قربانی ها میگیرند؟ این چنین خداوند فرموده است: آنهایی که خوشخبر را اعلان میکنند با همین راه زندگیشان را تأمین میکنند. ولی من یگان بار از این حق خود استفاده نبردم و این مکتوب را هم نه برای آن می نویسم که از شما یگان کمک مادی گیرم. مردن بهتر است از آن که کسی مرا از فخرم محروم سازد. فخر من این است که خوشخبر را به شما به پول اعلان کردم. لیکن به هر حال من از پهن کردن خوشخبر فخر نمی کنم، زیرا باید آن را پهن کنم. وای بر حال من اگر خوشخبر را اعلان نکنم. اگر این کار را به اختیار خودم می کردم، شاید مزد می گرفتم. اما این کارم غیر اختیاری است، زیرا من تنها وظیفه را اجرا می کنم که خدا آن را به من فرموده است. این طور که باشد، مزد من از چی عبارت است؟ مزد من از آن عبارت است که خوشخبر را به مزد اعلان کنم و از حقی که دارم استفاده نبرم. من آزاد هستم و خوجه‌ای ندارم، لیکن خودم را غلام همه کردم تا که بسیارتر آدمان را به نزد مسیح آرم. با یهودیان مثل یهودی زندگی کردم تا که آنها را به نزد مسیح آرم. یعنی با اجرا کنندگان شریعت، هرچند در زیر حکم شریعت نباشم هم چون اجرا کننده شریعت رفتار کردم تا که آنها را به نزد مسیح آرم. با آدمانی که شریعت موسی را ندارند،
به مثل آدمی به شریعت رفتار کردم تا که آنها را به نزد مسیح آرم. ولی با وجود این شریعت خدا را رد نکردم، بلکه به شریعت مسیح اطاعت کردم. من برای آنهایی که سست ایمانند خود را سست ایمان گرفتم تا که آنها را به نزد عیسی مسیح آرم. خلاصه من با هر راه کوشش کردم که به مثل یکی از آنها شوم تا که بعضی ها را به نزد عیسی مسیح آرم. همه این را من به خاطر خوشخبر اجرا می کنم تا که در قطار دیگران برکت خوشخبر را به دست آورم. مگر شما نمی دانید که در ورزشگاه تمام اشتراکچیان مسابقه می دوند ولی فقط یک نفر مکافات بگیرد؟ شما هم دوید تا که مکافات را به دست آورید. همه ورزشگران برای گرفتن تاجی که زود پژمرده می شود با تمام هستیشان مشق می کنند. ما باشیم برای از خداوند گرفتن تاجی که پژمرده نمی شود مشق می کنیم. از این سبب من به مقصد نمی دوم و بیهوده مشت به هوا نمی زنم. من چون ورزشگر اداره کردن بدن را سخت مشق کرده آن را غلام خود می گردانم تا که خوشخبر را به دیگران اعلان کرده خودم به مکافات نمانم. باب 10. برادران و خواهران، من می خواهم که شما درباره اجدادانمان بدانید. همه آنها در زیر حمایه ابر خدا بودند و از بحر به خشکی گذشتند. همین طور آنها را ابر و بحر فرا گرفت و آنها تعمید گرفتند. از این تعمید همه‌شان پیروان موسی شدند. همه آنها یک غذای را می خوردند و آب را می نوشیدند که خدا با آنها با راه معجزه داده بود. آب از همان خرسنگ می آمد که از پسشان می رفت و آن خرسنگ مسیح بود. ولی با وجود این اکثریت آنها به خدا پسند نآمدند و در نتیجه در بیابان به هلاکت رسیدند. همه این واقعه ها برای ما همچون آگاهی بود تا که ما مثل آنها آرزوی چیزهای بد نکنیم و به مانند بعضی آنها بت پرست نشویم. آخر در نوشتجات درباره آنها آمده است: مردم نشسته خوردند و نوشیدند و سپس به رقص و بازی در آمدند. ولی ما نباید به مانند بعضی آنها گناه جنسی کنیم. آنها گناه جنسی کردند و عاقبت در یک روز 23,000 نفر هلاک شد. ما نباید به مانند بعضی اجدادانمان در بیابان مسیح را آزمایش کنیم. آنها مسیح را آزمودند و عاقبت از زهر ماران مردند. اینچنین به مانند بعضی آنها شکایت نکنیم. آنها شکایت کردند و از دست نابود کننده نابود شدند. همه این با آن خاطر روی داد که برای ما نمونه باشد. این برای همه ما همچون آگاهی نوشته شده است، زیرا ما در زمان زندگی میکنیم که روز قیامت نزدیک است. برای همین هر کی گمان میکند که در ایمان استوار ایستاده است احتیاط شود تا که نافتد. آزمایش هایی که شما با آنها روبرو میشوید به سر هر انسان می آیند، اما خدا وفادار است و نمیگذارد که شما بیش از توانایی خود سنجیده شوید، بلکه در برابر آزمایش ها راه خلاصی را نیز نشان می دهد تا که شما آن را پس سر کرده توانید. برای همین عزیزانم، شما باید از بت پرستی گریزید
من به شما همچون به آدمانی با عقل میگویم که درباره سخنانم خودتان اندیشه رانید. ما ایمانداران هنگام طعام شام خداوند جمع شده از یک کاسه می نوشیم و برای آن خدا را شکر می گوییم. این کاسه نشان می دهد که خون مسیح برای ما ریخته شده است. ما هم نان را شکسته می خوریم که این نشانه بدن مسیح است. با این راه نشان می دهیم که با او و با هم یک هستیم. هرچند ما بسیاریم یک تن هستیم، زیرا یک نان را می خوریم. به خلق اسرائیل نگاه کنید. آنهایی که در مکان مقدس از خوراک در قربانگاه به خدا تقدیم شده را می خورند، در عبادت خدا اشتراک می کنند. من گفتنی نیستم که بت یا خوراکی به بت قربانی شده یگان معنا دارد. من گفتنی ام که بت پرستان قربانی هایشان را نه به خدا بلکه به جن ها پیشکش می کنند. برای همین من نمی خواهم که شما با جن مناسبت داشته باشید. شما نمی توانید هم از کاسه خداوند نوشید و هم از کاسه جن. این چنین نمی توانید هم در سر دسترخوان خداوند بشینید و هم در سر دسترخوان جن. یا غضب خداوند را آوردن می خواهید؟ مگر ما از خداوند زورتر هستیم؟ شما می گویید همه کار برای من رواست، لیکن نه همه چیز فایده‌ناک است. باز می گوید که همه کار برای من رواست، لیکن نه همه چیز برای آباد کردن است. شخص نباید در فکر خود بلکه در فکر دیگران باشد. برای ناراحت نشدن وجدانتان هر گوشتی را که در بازار می فروشند خریده بخورید و نپرسید که این گوشت به بت‌ها قربان شده است یا نه. چون که در نوشتجات چنین گفته شده است: زمین و هر چیزی که در آن هست از آن خداوند است. اگر شخصی بی ایمان شما را به مهمانی دعوت کند و شما رفتنی شوید، هر چیزی را که به دسترخوان گذارد برای آسودگی وجدانتان آن را به پرسجو خورید. ولی اگر کسی گوید که این گوشت قربانی برای بت هاست، به خاطر کسی که شما را آگاه کرد و به خاطر ناراحت نشدن وجدان آن را نخورید. من نه وجدان شما را بلکه وجدان کسی دیگر را در نظر دارم. من آزاد هستم و آن خوراک را خورده می توانم. در این حالت چرا وجدان کسی دیگر مرا از آزادی محروم سازد؟ اگر من برای خوراک خدا را شکر گویم و آن را بخورم، چرا کسی به خاطر این کارم مرا تنقید کند؟ از این رو می خورید یا می نوشید و هر کاری دیگری که می کنید همه این را برای بزرگی نام خدا کنید. شما باید طرز زندگی کنید که یگان یهودی یا یونانی یا ایمانداران جماعت خدا حیات شما را دیده به گناه نافتد. به مثل من کوشش نماید که در هر بابت به همه پسند آید. من در فکر خود نیستم بلکه در فکر دیگران هستم تا که آنها نجات یابند. باب 11. چنان که من از مسیح عبرت می گیرم، شما نیز از من عبرت گیرید. شما را تعریف می کنم که مرا همیشه در یاد دارید و به تعلیماتی به شما رساندم اطاعت می کنید. می خواهم دانید که سردار هر یک مرد مسیح است. سردار هر یک زن شوهری اوست و سردار مسیح خدا است. هر مردی که با سری پوشیده دعا گوید یا پیام خدا را رساند به سردار خود بی حرمتی می کند.
اینچنین هر زنی که با سری لوچ دعا گوید یا پیام خدا را رساند به سرور خود، یعنی به شوهرش بی حرمتی می کند. چون که وی در این حالت به مانند زنی سرتراشیده است. اگر زن روی مال بستن نخواهد، بگذار موی سرش را قیچی کند. ولی اگر او از موی بریده یا از سری تراشیده شرم دارد، بگذار روی مال بندد. مرد نباید سرش را پوشاند، زیرا او را خدا به خود مانند آفریده است و او بزرگی خدا را نشان می دهد. زن باشد بزرگی شوهرش را نشان می دهد. زیرا مرد از زن نه، بلکه زن از مرد آفریده شده است. مرد برای زن نه، بلکه زن برای مرد آفریده شده است. بنابراین به خاطر که فرشتگان می بینند زن باید به سرش روی مال بندد تا نشان دهد که در زیر اطاعت است. لیکن در حیاتی که ما با خداوند داریم، مرد به زن وابسته است و زن به مرد. زن از مرد آفریده شده باشد هم مرد از زن تولد می شود. همه این از طرف خداست. خودتان فکر کنید، آیا از روی آداب است که زن با سری لوچ به خدا دعا گوید؟ اینچنین خودی شما طبیعتا نمی فهمید که موی دراز برای مرد شرم‌آور است. موی دراز زن باشد باعث افتخار اوست و برای پوشانیدن سر به او داده شده است. با کسی که در این باره بحث کردن می خواهد، گفتنی هم که ما و دیگر جماعت‌های خدا بغیر از این عادت دیگر نداریم. در مورد دستورهای دیگر شما را تعریف نمی کنم، چون که وقتی که شما جمع می شوید، شما نه فایده بلکه بیشتر ضرر می آورید. اولا من شنیدم که در جمع آمد خود شما بینتان به جدایی راه می دهید. تا یک درجه باور می کنم که این خبر راست است. لیکن البته گوناگون فکری باید در بینتان باشد تا پسندیدگان خدا معلوم شود. هنگامی که شما همه یک جایه در سر یک دسترخوان نشسته طعام می خورید، آن را شام خداوند نام بردن ناممکن است. زیرا بعضی شما بدنفسانه خوراک می خورید و به دیگران چیزی نمی گذارید. در نتیجه یکی سیر و مست می شود و دیگری گرسنه می ماند. چی مگر شما خانه ندارید که در آنجا خورید و نوشید؟ یا شما جماعت خدا را شرمنده کردنی هستید؟ یا می خواهید که کمبغلانی که با خود خوراک آوردن نمی توانند خجالت کشند؟ با شما چی گویم؟ برای این کارتان شما را تعریف کنم؟ البته نه. آنچه که خداوند عیسی مسیح درباره این شام فرموده است چنین است و من هم پیشتر آن را به شما تعلیم داده بودم. خداوند ما عیسی در شامی که یهودا به او خیانت کرد، نان را گرفته به خدا شکر گفت و آن را پاره کرده به شاگردانش تقسیم نموده گفت: نان را گرفته بخورید، چون که این بدن من است که برایتان قربانی کرده می شود. برای یادآوری من همین طور بکنید. عیناً همین طرز عیسی پس از طعام شام کاسه را گرفته گفت: این کاسه عهد و پیمانی نوی است که خدا با خلقش با خون من بسته است. هر باری که از این کاسه نوشید مرا به یاد آورید. با این واسطه تا زمان بازگشت خداوند عیسی هر باری که این نان را می خورید و از این کاسه می نوشید شما خبر مرگ خداوند را اعلان می کنید. بنابراین هر کسی که بی پروایانه از نان بخورد و از کاسه خداوند بنوشد بر ضد بدن و خون خداوند گناهکار می شود. از این رو شخص باید اول خودش را سنجیده سپس این نان را خورده از این کاسه نوشد. اگر کسی نان را که بدن مسیح است بخورد و از کاسه که خون مسیح است بنوشد و درک نکند که ایمانداران در مسیح یک هستند،
خدا او را جزا می دهد. برای همین در بینتان آدمانی کسل و ضعیف زیادند و حتی بسیاری ها مرده اند. اگر ما خودمان را می سنجیدیم جزا نمی گرفتیم، ولی خداوند ما را حاضر جزا داده تربیه می کند تا که در آخر زمان با بی ایمانان حکم کرده نشویم. برادران و خواهرانم، هنگامی که همه اتان در سر یک دسترخوان می شینید همدیگر را انتظار شوید. اگر کسی خیلی گرسنه باشد باید در خانه اش خورد تا که جمع شدن ایمانداران جماعت سبب حکم شوی نگردد. درباره چیزهای دیگر باشد وقتی که خودم به نزدتان می آیم فرمان می دهم. باب 12. برادران و خواهران، من می خواهم که شما درباره قابلیت هایی که از طرف خدا می آیند، یعنی درباره عطاهای روحانی دانید. شما می دانید که پیش از پیروی عیسی شدنتان دیگران شما را به راه‌های بد برده و پرستش بت‌های بی‌زبان می آوردند. برای همین می خواهم دانید که اگر شخص در وجودش روح القدس داشته باشد او لعنت به عیسی نمی گوید. اینچنین اگر شخص در وجودش روح القدس را نداشته باشد عیسی خداوند است گفته نمی تواند. عطاهای روحانی گوناگونند، لیکن همه اشان از یک طرف یعنی از طرف روح القدس می آیند. خدمت ها گوناگونند، لیکن همه به یک خداوند خدمت می کنند. فعالیت ها نیز گوناگونند، اما یک خداست که در همه عمل می کند. به هر یکی ما عطای روحانی داده می شود تا که ما به هم دیگر یاری رسانده توانیم. مثلا روح القدس به کسی عطای می دهد که او سخنان خردمندانه گوید. همان روح به کسی دیگر عطای دانشمند بودن، به کسی ایمانی با قوت و به دیگر عطای شفا بخشیدن را می دهد. روح القدس به یک قوه معجزه‌کاری، به دیگر عطای رساندن پیام خدا می دهد. به کسی دیگر قابلیت فهمیدن آنکه آیا پیام شنیده‌اش حقیقتاً از طرف خدا است یا نه داده می شود. به کسی عطای با زبانهای گوناگون گپ زدن و به دیگر قابلیت ترجمه کردن آنها داده می شود. لیکن همه این را عیناً همان روح به عمل می آورد که موافق خواست خود به هر کس هر عطا را می دهد. بدن آدم عضوهای بسیار دارد، ولی همه عضوها یک بدن را تشکیل می دهند. بدن مسیح نیز همین گونه است. روح القدس ما را فرا گرفت و تعمید داد تا که از ما یک گروه ایمانداران تشکیل دهد. بعضی ما یهودی و بعضی امان یونانی هستیم، بعضی امان غلام و بعضی امان آزاد هستیم، ولی روح القدس هر یکی امان را قسم یک بدن یعنی بدن مسیح گردانیده است و همان روح القدس در وجود هر یکی از ما زندگی می کند. بدن نه از یک عضو بلکه از عضوهای بسیار عبارت است. اگر پای گوید من به این بدن تعلق ندارم چون که دست نیستم، نخواد که آن به این سبب به بدن تعلق نداشته باشد. یا اگر گوش گوید من به این بدن تعلق ندارم چون که چشم نیستم، نخواد که آن به این سبب به بدن تعلق نداشته باشد. اگر تمام بدن چشم می بود چگونه بدن گوش کرده می توانست؟ یا اگر تمام بدن گوش می بود چگونه بدن بوییده می توانست؟ لیکن خدا هر یک عضو را موافق خواست خود در بدن جایگیر کرده است. اگر بدن از یک عضو عبارت می شد چطور آن وجود داشته می توانست؟
اما در اصل اعضا بسیار ولی بدن یک تاست. چشم نمیتواند به دست گوید من به تو احتیاج ندارم، یا سر نمیتواند به پایها گوید من به شما احتیاج ندارم. برعکس آن عضوهایی که به نظرمان از همه سستند در اصل از همه ضرورترند. عضوهایی را که پست می شماریم و نمایان شدنشان شرم‌آور است با دقت بیشتر و عاقلانه می پوشانیم، ولی عضوهای زیبای ما به پوشاندن احتیاج ندارند. خود خدا بدن را طرز آفریده است که عضوهای سستر را بیشتر قدر کنیم، تا که در بین عضوها نه جدایی بلکه غمخواری یکدیگر باشد. اگر یک عضو بدن به درد آید، همه عضوها به درد می آیند. اگر یکی از عضوها سزاوار تعریف شود، همه عضوهای بدن شادی می کنند. همه شما در یک جایگی بدن مسیح را تشکیل می کنید و هر یکی از شما عضوی بدن او می باشید. خدا در جماعت ایمانداران اول فرستادگان، دویم پیغمبری که پیام خدا را می رساند و سوم معلمان را تعیین نمود. این چنین خدا به بعضی عطای معجزه‌کاری، عطای شفادهی، عطای یاری رسانی، عطای راهبری و قابلیت به زبانها گپ زدن را داده است. بینید، نه همه فرستاده خداوند می باشند، نه همه پیغمبر و معلم می باشند، نه همه معجزه نشان می دهند، نه هر کس عطای شفادهی دارد، نه همه با زبانها سخن می رانند، نه همه زبانها را ترجمه می کنند، لیکن شما عطاهای روحانی بزرگتر را خواهان باشید. من به شما راه بهترین را نشان می دهم. باب 13. اگر من با زبانهای آدمی و فرشتگان گپ زنم و محبت نداشته باشم، من به مثل میس پرصدا یا لعلیچه جرنگاسی هستم. اگر عطای رساندن پیام خدا را داشته باشم و از تمام سر و اسرار با خبر باشم، هر گونه دانش داشته باشم، یا اگر ایمان داشته باشم که کوه را از جایش جنبانم و محبت نداشته باشم، من هیچ کسم. اگر تمام ثروتم را به کمبغلان تقسیم کنم و حتی بدنم را برای سوزاندن قربان کنم و محبت نداشته باشم، یگان فایده نمی بینم. محبت پرطاقت و مهربان است. محبت حسد نمی برد، هوا بلند نیست و غرور ندارد. محبت دغلی نمی کند، خودپسند و زودرنج نیست و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بی انصافی شادی نمی کند، بلکه از راستی خوشحال می شود. محبت همیشه صبر می کند و باور می نماید، به همه چیز امید می بندد و به همه چیز تاب می آورد. عطای رساندن پیام خدا از بین می رود، زبانها خاموش می شوند و دانش می گذرد، لیکن محبت تا ابد می ماند. ما همه چیز را نمی دانیم و پیام خدا را رساندنمان کامل نیست، اما وقتی که پررگی می آید، همه چیزی ناپره از بین می رود. مثلا وقتی که من کودک بودم، همچون کودک گپ می زدم و فکر و محاکمه می راندم، لیکن وقتی که کلان شدم، هر چیزی کودکی را فراموش کردم. حاضر ما خدا را به مثل صورت خیره در آینه چنگالود دیده می توانیم. در آن دنیا او را روبرو خواهیم دید. حاضر ما همه چیز را نمی دانیم،
لیکن دیرتر چخیلی که خدا ما را به طور پره می فهمد، ما نیز همان طور به طور کامل می فهمیم. خلاصه این سه چیز باقی می ماند که اینها ایمان، امید و محبت می باشند. ولی محبت بزرگترین آنها است. باب 14. در پی محبت باشید و طلبگار عطاهای روحانی، بخصوص خواهان عطای رساندن پیام خدا باشید. کسی که از طرف روح القدس عطای با زبانهای بیگانه گپزنی را دارد، او نه به آدمان بلکه به خدا مراجعت می کند. زیرا وقتی که او به واسطه روح القدس سر و اسرار را می گوید، هیچ کس گفتهایش را نمی فهمد. ولی پیغمبر که با زبان فهما پیام خدا را می رساند، برای آباد گرداندن و دستگیری و دلبرداری آدمان این کار را می کند. کسی که به زبان بیگانه گپ می زند فقط خودش را آباد می کند. ولی پیغمبر که پیام خدا را می رساند جماعتهای ایمانداران را آباد می کند. می خواهم که همه اتان با زبانهای بیگانه سخن رانید، لیکن بیشتر می خواهم که پیام خدا را به دیگران رسانید. بغیر از حالتهایی که زبانها ترجمه می شوند، پیغمبر از آنی که با زبانها گپ می زند مهمتر است. آنگاه تمام جماعت آباد می شود. برادران و خواهران، اگر من به نزدتان آمده به زبانها سخن رانم، شما از من چی فایده می گیرید؟ لیکن اگر آنچه را که خدا به من نشان داده است، یا دانش، یا پیام الهی، یا تعلیمات را بیارم، فایده‌ناک می شد. با زبانها گپ زدن را بنای یا چنگ که اسبابهای بیجان هستند مانند می کنم. اگر آنها صداهای روشن نبرارند، پس آهنگ آنها را چگونه فهمیم؟ اگر کرنه صدای نامعین برارد، کی به جنگ آماده می شود؟ همین طور اگر شما هم با سخنان نامعلوم گپ زنید، آدمان سخن شما را چخیل می فهمند؟ شما تنها به در و دیوار گپ می زنید و خلاص. در این جهان زبانهای دیگر بسیارند و هر کدام مضمونی را افاده می کند. اگر من سخنان کسی دیگر را نفهمم، من به گوینده بیگانه هستم و او به من بیگانه. مادامی که تشنه عطاهای روحانی هستید، همانش را بیشتر به دست آرید که باعث آباد گردیدن جماعت ایمانداران می شود. از این رو کسی که به زبانها سخن می راند باید دعا کند تا که گفتهایش را ترجمه کرده تواند. زیرا اگر من به زبان دعا کنم، روحم در وجودم دعا می کند، لیکن گفتهایم را خودم نمی فهمم و عقلم فایده نمی بیند. پس چی باید کنم؟ من هم با روح خود و هم با سخنانی به خود فهما دعا می کنم. من هم با روح و هم با سخنانی به خود فهما سرود می خوانم. اگر شما خدا را به زبان شکر گویید که فقط روح خودتان می فهمد، چی طرز دیگران با دعای شما راضی شده آمین می گویند، در حالی که درباره چی دعا کردنتان را نمی فهمند. شما خدا را به زبانها خیلی نغز شکرگزاری می کنید، لیکن دیگران آباد نمی شوند. خدا را شکر می گویم که من از هر یکی شما زیادتر به زبانها سخن می رانم، لیکن در جماعت ایمانداران به جای 10,000 کلمه نافهما بهتر است که با 5 کلمه فهما سخن گویم تا که دیگران را تعلیم دهم. برادران و خواهران، در فهمیدن این چیزها مانند کودکان نباشید، ولی در فکرانی بر کمال باشید.
نسبت به بدی باشد به مثل طفل نوزاد رفتار کنید. زیرا خداوند در نوشتجات گفته است: من به زبان خلقهای دیگر و به واسطه آدمان بیگانه سخن میرانم، لیکن با وجود این خلق خودم مرا گوش نمی کند. همین طور زبانها نشان می دهند که نه ایمانداران بلکه بی ایمانان در زیر حکم خدا هستند. اما عطای رساندن پیام خدا نه برای بی ایمانان بلکه برای منفعت ایمانداران است. اگر شما ایمانداران در جماعت جمع شوید و همه‌تان به زبانها گپ زنید و بی ایمان یا آدمان بیگانه به آنجا در آمده ماند، آیا او فکر نمی کند که شما دیوانه شده اید؟ ولی اگر همه کلام خدا را اعلان کنند، شخص بی ایمان یا کسی بیگانه به جماعت در آمده از شنیدن کلام خدا گناههایش را می فهمد که او در زیر حکم است. به این واسطه سر و اسرار دلش آشکار می شود. او رو به زمین افتاده خدا را پرستش می کند و اعتراف می نماید که براستی خدا در بین شما است. پس دوستان چی باید کرد؟ هنگامی که جمع می شوید، بگذار یکی از شما سرود بخواند، دیگری از کلام خدا تعلیم دهد، دیگری حقیقت را که خدا به وی گشاده است بیان سازد. کسی به زبان گپ زدن و دیگری ترجمه کردن زبان را به عهده گیرد. همه این را برای آبادی جماعت ایمانداران بکنید. اگر در بینتان شخصانی باشند که با زبان گپ میزنند، بگذار 2 نفر یا بسیارش 3 نفر با نوبت گپ زنند. سپس 1 نفر سخن آنها را ترجمه کند. ولی اگر ترجمان نباشد، بگذار داننده زبان در جماعت با آواز بلند سخن نگوید و خاموشانه تنها به خود و به خدا گپ زند. از بین پیغمبران بگذار 2 یا 3 نفرشان پیام خدا را گویند و دیگران سخنان آنها را تفتیش کنند. اما اگر خدا به کسی از نشستگان پیام دهد، بگذار گوینده اول خاموش شود. با این ترتیب شما می توانید با نوبت همه‌تان پیام خدا را رسانید تا که همه تعلیم گیرند و روح بلند شوند. پیغمبران باید عطای خود را اداره کنند، زیرا خدا می خواهد که به مانند تمام جماعت‌های خلقش همه چیز در آسایشتگی باشد، نه در بی ترتیبی. زنان باید هنگام مجلس جماعت خاموش باشند. با آنها سخن گفتن اجازه داده نشده است. از روی شریعت موسی آنها باید فرمان بردار باشند. اگر سوال داشته باشند، بگذار در خانه از شوهران خود پرسند، زیرا سخن گفتن زنان هنگام مجلس جماعت از روی آداب نیست. یا شما قرنتیان فکر میکنید که کلام خدا از شما برآمده است یا تنها به شما آمده رسیده است؟ اگر کسی خود را پیغمبر یا شخص روحانی شمارد، باید اعتراف کند که نوشته من فرمان خداوند می باشد. اگر او به این نوشته من اهمیت ندهد، به وی نیز اهمیت ندهید. همین طور دوستان، طلبگار عطای رساندن پیام خدا باشید، ولی به زبانها گپ زدن را منع نکنید. لیکن همه چیز باید در دایره ترتیب و انتظام به عمل آید. باب 15. برادران و خواهران، خاطر رسان کردن می خواهم که خوشخبری را که پیشتر به شما اعلان می کردم قبول کردید
و در آن استوار ایستاده اید. اگر شما خوشخبری را که اعلان کردم محکم نگاه دارید، آن شما را نجات می دهد، وگرنه بیهوده ایمان آورده اید. اول اینکه من خوشخبری گرفتم را به شما رساندم که چنین است: مسیح موافق نوشتجات برای گناه های ما مرد. او گورانیده شد و در روز سیوم موافق نوشتجات خدا او را زنده کرد. اول او به پتروس و بعد به 12 فرستادگانش، سپس در یک وقت به زیاده از 500 نفر پیروانش ظاهر گردید. بعضی پیروانش الکی وفات کردند، لیکن بیشتری آنها در قید حیاتند. سپس او به یعقوب و دیرتر به تمام فرستادگانش ظاهر شد. از همه آخر به من ظاهر شد که من به طور غیر عادی فرستاده شده بودم، چون که من در بین دیگر فرستادگان قدری کمتر دارم. از بس که پیشتر جماعت خدا را دنبالگیری می کردم، حتی سزاوار نیستم که خودم را فرستاده بنامم. اما به واسطه فیض و مهربانی خدا آنچه امروز هستم و فیضی که او بر من داده است بیهوده نیست. چون که از همه فرستادگان زیادتر مهنت کردم و نه من بلکه خدا به واسطه من با فیضش کار میکرد. لیکن فرق ندارد که شما خوشخبر را از من شنیده اید یا از آنها. مهم آن است که شما به خوشخبر ایمان آوردید که همه ما آن را اعلان میکنیم. اگر ما از مردگان زنده شدن مسیح را اعلان میکرده باشیم، چگونه بعضی شما میگویید که زنده شوی مردگان وجود ندارد؟ اگر زنده شوی مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است. اگر مسیح زنده نشده باشد، هم خوشخبر را اعلان کردن ما بیهوده است و هم ایمان شما بیهوده است. اگر حقیقتاً مردگان زنده نشوند، پس ما به شما دروغ گفته ایم، چون که ما به شما درباره خدا شهادت دادیم که او عیسی را زنده کرده است. آخر اگر مردگان زنده نشوند، پس مسیح هم زنده نشده است. اگر مسیح زنده نشده باشد، پس ایمان آوردنتان بیهوده است و شما تا حال با گناههایتان زندگی میکنید. در این حالت آنهایی که با ایمان به عیسی مسیح وفات کردند نابود شدند. اگر به مسیح فقط در این دنیا امید داشته باشیم، ما از همه آدمان بدبختترین هستیم. اما مسیح در حقیقت از بین مردگان زنده کرده شده است و او کفالت آن است که پیروانش نیز برخیزانده می شوند. چنان که مرگ به واسطه انسان به جهان آمده است، زنده شوی مردگان نیز به واسطه انسان به وجود آمده است. انسان اولین آدم گناه کرده به همه ما مرگ آورد، لیکن مسیح به همه ما که به او تعلق داریم حیات بخشید. لیکن هر کس در نوبت خود زنده خواهد شد. اول خدا مسیح را از مردگان زنده کرد، سپس هنگام بازگشتش آنهایی که از آن او هستند زنده می شوند. سپس وقتی که دنیا به آخر می رسد، مسیح تمام قدرت و قوت را شکست داده پادشاهی را به دست خدا پدر می سپارد. چون که تا زمانی که مسیح همه دشمنان را زیر پایهای خودش نگذارد باید حکم راند. آخرین دشمنی که نابود کرده می شود مرگ است. نوشتجات می گوید که خدا همه چیز را زیر پایهای مسیح گذاشته است. ولی معلوم است که خدایی که همه چیز را زیر پایهای مسیح گذاشته است به همه چیز داخل نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار می گیرد، مسیح نیست که پسر خداست خود را زیر فرمان خدای می گذارد که همه چیز را به زیر اطاعتش در آورده بود. سپس خدا در همه جا سروری همه چیز می گردد. بعضی ایمانداران به جای آدمان بی ایمانی وفات کرده در آب تعمید گرفته
با این راه می خواهند که گذشتگان را پیروان مسیح گردانند. ولی اگر آنها تماما زنده نشوند، چرا آدمان به جای آنها تعمید می گیرند؟ ما برای چی به ایست خود را به خطر می اندازیم؟ با فخری که از شما در خداوند ما عیسی مسیح دارم، قسم می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. اگر من از روی فکر آدمی با افسوسیان که مثل حیوانات وحشی هستند می جنگیدم، چی فایده می گرفتم؟ اگر مردگان زنده نشوند، پس بیایید بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا می میریم. فریفته نشوید، چون که یاران بد شما را از راه می زنند. هوشیار شوید و دیگر گناه نکنید. من این سخنان را برای شرم داراندن شما می گویم، زیرا بعضی خدا را نمی شناسند. شاید یگان کس پرسد: مردگان چگونه زنده می شوند؟ بدن زنده شده اشان چگونه شکل می گیرد؟ این سوال ها بی‌معنی اند. تخمی که به زمین می کارید تا نمیرد زنده نمی شود. شما نرستنی را بلکه یک تخمی را، خواه دانه گندم خواه دانه دیگر می کارید که هنوز شکل نگرفته است. ولی خدا به هر نوع تخمی موافق خواست خود جسم می دهد. جسم ها گوناگون می شوند. جسم آدم از جسم حیوان و جسم پرندگان از جسم ماهیان فرق دارد. جسم های آسمانی و زمینی وجود دارند، ولی زیبایی آنها از هم فرق می کند. زیبایی آفتاب دیگر است و زیبایی ماه و ستاره ها، و در نوبت خود ستاره ها نیز با زیبایی از هم دیگر فرق می کنند. هنگام زنده شوی مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه که نابود شونده است به خاک رفته در حالت ابدی برمیخیزد. بدنمود به خاک رفته در حالت خوشنمود برمیخیزد. در حالت ناتوانی گذشته شده در حالت قدرتمندی برمیخیزد. با بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و با بدن روحانی برمیخیزد. چنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در نوشتجات چنین آمده است: اولین انسان یعنی آدم جان زنده گشت. ولی مسیح که آدم آخرین است به دیگران روحی حیات بخش گردید. چیزهای روحانی اول نمی آیند. اول جسمانی، بعد روحانی می آید. آدم یکم از خاک زمین آفریده شد و آدم دویم مسیح از آسمان است. آدمان خاکی به انسان خاکی اولین مانندند. در آسمان باشد هر یک کس به مثل مسیح که از آسمان است مانند می شود. هر یکی ما در زمین به مثل آدم اولین بدن داریم. در آسمان باشد هر یکی امان به مسیح که از آسمان است مانند می شویم. برادران و خواهران، همین را به شما می گویم که بدن جسمانی ما در پادشاهی خدا میراث گرفته نمی تواند. چیزهای نابود شونده، چیزهایی را که نابود نمی شوند به دست آورده نمی توانند. گوش کنید، به شما یک سر را می کشایم که همه امان نمی میریم، لیکن همه امان تغییر می یابیم. ناگهان در یک میژه زدن با صدای کرنه آخرین دیگرگون می شویم. کرنه صدا می برارد، سپس مردگان به طور ابدی زنده کرده می شوند و ما تغییر می یابیم. زیرا آنچه نابود شونده است باید به ابدی تبدیل یابد و آنچه میرنده است باید به نمیرنده تبدیل یابد. هنگامی که نابود شونده به ابدی و میرنده به نمیرنده مبدل می شود، سخنان نوشتجات به عمل می آید. مرگ مغلوب شد. غلبه. ای مرگ، غلبه تو کجاست؟ ای مرگ، نیشی تو کجاست؟ از آن که ما گناه میکنیم میمیریم و از آن که شریعت خدا را داریم گناههایمان را میفهمیم، لیکن شکر خدا که او به واسطه خداوندمان عیسی مسیح به ما غلبه میدهد.
برای همین برادران و خواهران عزیز من، استوار و متین باشید. به خداوند همیشه از تحت دل خدمت کنید، زیرا می‌دانید که مهنت شما در پیش خداوند بیهوده نیست. باب 16. اکنون درباره جمع آوری مبلغ که آن برای یاری خلق خدا است می نویسم. همان طوری که به جماعت‌های ایمانداران ولایت غلاطیه دستور دادم، شما نیز همان طرز عمل کنید. هر یکیتان هر هفته روز یکشنبه وابسته به درآمد خود چقدری که توانید پول جدا کنید، تا که هنگام آمدن من به این کار مشغول شدن لازم نآید. وقتی که به پیشتان می آیم، شخصان انتخاب کرده شما را با توصیه نامه به شهر اورشلیم می فرستم تا که آنها خیریه شما را به آنجا برند. اگر به اورشلیم رفتنی من فایده‌ناک باشد، بگذار آنها همراه من روند. درباره سفر آینده هم نقشه دارم که از ولایت مقدونیه گذشته نزد شما به شهر قرنتوس به مهمانی بیایم. شاید مدت نزدتان بمانم یا حتی زمستان را همراهتان گذرانم. پس با کمک شما به سفر خود به هر جایی که باشد دوام دهم. من نمی خواهم که شما را تنها یک سری قدم دیده گذرم، بلکه اگر خداوند خواهد پیشتان بسیارتر ایستادن می خواهم. حالا باشد من در شهر افسوس هستم و تا عید حاصلات در اینجا می مانم، چون که در اینجا برای خدمت با ثمر تمام امکانیت ها فراهم است. اما در همین جا هم مقابلان بسیار هستند. اگر همکارم تیموتئوس به پیشتان بیاید، احتیاط باشد که او در بین شما از خوف و خطر امین باشد، زیرا او به مثل من خدمت خداوند را اجرا کرده ایستاده است. با او بی حرمتی نکنید، بلکه او را با صلح به نزد من روان کنید. من انتظار آمدن او و برادران هستم. درباره برادر ما اپولوس گفتنیم که از او بسیار خواهش نمودم که با برادران به نزد شما بیاید، لیکن عین زمان او تماما چنین خواهش ندارد، اما هر وقتی که امکانیت شد به نزدتان می آید. هوشیار باشید و در ایمانتان استوار بمانید. دلیر و با قوت باشید. همه کارتان را از روی محبت کنید. برادران و خواهران، شما اهل عائله استفانوس را می شناسید و می دانید که آنها اولین ایمانداران در ولایت آخائیه بودند و خود را به خدمت خلق خدا سپاریدند. من می خواهم که شما به این شخصان و به هر کسی که مانند آنها خدمت کرده مهنت می کنند اطاعت نمایید. من از آمدن همشهریانتان استفانوس، فورتوناتوس و آخایقاس خرسند شدم، زیرا آنها جای خالی شما را پر کردند. آنها چنان که شما را روح بلند کردند، مرا نیز همان طور روح بلند نمودند. چنین آدمان را عزت و حرمت کنید. جماعت‌های ایمانداران ولایت آسیا به شما قرنتیان سلام می رسانند. همکارانم اکیلا و زنش پریسکیلا و ایماندارانی که در خانه اشان جمع می شوند در خداوند برایتان سلامی گرم و جوشان می فرستند. تمام ایمانداران به شما سلام می فرستند. یک دیگر را به آغوش گرفته سلام گویید. در این جمله از حسن ختم می بینید که این سلام از خود من پاولوس است. هر کی خداوند را دوست نمی دارد گرفتار لعنت باد. خداوند ما بیا. بگذار فیض و مهربانی خداوند عیسی با شما باشد. من همه شما را که پیروان عیسی مسیح هستید
دوست می دارم. نامه یکم به قرنتیان، باب 1. سلام به جماعت ایمانداران شهر قرنتوس، یعنی به شما که با عیسی مسیح متحد گردیده پاک شده اید. خدا شما و همه آنهایی را که در همه جا به عیسی مسیح دعا می کنند همچون خلق خود انتخاب کرده است. عیسی مسیح خداوند ما و آنها می باشد. من پاولوس که با خواست خدا فرستاده عیسی مسیح انتخاب شدم و برادر ما سوستنیس فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح را بر شما خواهانیم. من همیشه خدایم را برای شما که به واسطه عیسی مسیح برایتان فیض و مهربانی داده است شکر می گویم، چون که خدا شما را در یگانگی با مسیح همه طرفه، هم در هر سخن و هم در هر دانش بای گردانده است، تا که شهادت ما درباره مسیح در بین شما مستحکم شود. و در حالی که شما بازگشت خداوندمان عیسی مسیح را انتظار هستید، به شما از طرف روح خدا هر نمود قابلیت عطا شده است. خدا شما را تا آخر استوار نگاه می دارد تا که در روز بازگشت خداوندمان عیسی مسیح بی عیب باشید. وفادار است خدایی که شما را برای مناسبت داشتن با پسر خود خداوند ما عیسی مسیح دعوت نموده است. برادران و خواهران، از شما التجا می کنم که همه اتان به نام خداوندمان عیسی مسیح با یکدیگر یک دل و هم فکر و در یک مقصد متحد باشید. در بینتان به جدای اندازی راه ندهید. این را برای آن به شما می گویم که من از خانواده خواهر خلویی آگاه شدم که شما در بین خود جنجال و مناقشه می کنید. من در نظر دارم که شما خود را به گروه ها تقسیم کرده از پی راهبران گوناگون می روید. یکی من پیرو پاولوس، دیگر من پیرو اپولوس، نفر من پیرو پتروس و کسی من پیرو مسیح هستم می گفته است. بجای آنکه همه اتان از پی مسیح روید، خود را به گروه ها تقسیم کرده بین خود بحث می کنید. آیا من به خاطر شما به صلیب محکوب شدم؟ نه، مسیح به خاطر شما به صلیب محکوب شد. یا شما به نام من تعمید گرفتید؟ البته نه، همه شما به نام عیسی مسیح تعمید گرفته پیرو او شدید. شکر خدا که من غیر از کریسپوس و غایوس یگان نفری شما را تعمید ندادم. برای همین کسی گفته نمی تواند که من او را به نام خودم تعمید داده پیرو خود گرداندم. من باز استفانوس را با اهل عائله‌اش تعمید داده بودم. در یاد ندارم که دیگر کسی را تعمید داده باشم. کاری اساسی من تعمید دادن نیست. مسیح مرا برای خوشخبر را اعلان کردن فرستاده است. اما خوشخبر را نباید با حکمت و دانش انسانی اعلان کرد، وگرنه مرگ عیسی مسیح در صلیب قدرتش را گم می کند. برای نابود شوندگان پیامی به صلیب محکوب شدن مسیح بی عقلی می نماید، ولی برای ما که در راه نجات هستیم این خبر قوت خداست. زیرا در نوشتجات آمده است خردی خردمندان را نابود و دانش دانشمندان را رد می کنم. کجاست خردمند؟ کجاست استاد شریعت؟ کجاست بحث کننده این زمانه؟ مگر خدا بی عقلی بودن حکمت و دانش این جهان را نشان نداده است؟
خدا خردمندانه قرار کرد که جهان با خرد خود هرگز او را نخواهد شناخت. او چنین پسندید که به واسطه اعلان کردن خوشخبری که جهان آن را ابلهی می شمارد ایمانداران را نجات دهد. زیرا هنگامی که یهودیان برای اثبات معجزه می جویند و یونانیان خرد، ما تعیین شده خدا یعنی مسیح را که به صلیب مخکوب شده بود اعلان می کنیم. این برای یهودیان وسوسه و برای غیر یهودیان بیخردی است، ولی برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، چی یهودی و چی یونانی، مسیح قوت و حکمت خدا است. زیرا بیخردی خدا از حکمت و دانش آدمی زاد بالاتر است و سستی خدا از قوت آدمی زاد با قوتتر است. برادران و خواهران، به یاد آرید که هنگامی که خدا شما را دعوت کرد چگونه بودید؟ آیا از نگاه این جهان در بینتان خردمندان و با قدرتان و اشراف زادگان بسیار بودند؟ لیکن خدا بیخردان جهان را انتخاب نمود تا که خردمندان را به آبرو کند و ناتوانان جهان را انتخاب نمود تا که با قوتان را شرمنده کند. او آدمانی بی قدرت و نظرناگیر را انتخاب نمود تا که هیچ چیز بودن آدمانی با قدرت را نشان دهد. برای همین هیچ کس در پیش خدا فخر کردن نمی تواند. خدا شما را با عیسی مسیح متحد نموده به واسطه او به ما خرد خود را داد. این چنین به واسطه مسیح خدا ما را راستکار گردانده خلق خود کرد و از گناه آزاد نمود. بنابراین چه خیلی که نوشتجات می گوید اگر فخر کردن خواهید از خداوند فخر کنید. باب 2. برادران و خواهران، من به پیش شما برای اعلان کردن شهادت درباره خدا آمدم، لیکن آن را به کلمه های ادبی و خرد انسانی گفتم، چون که من قرار دادم که به شما تنها درباره عیسی مسیح و مرگ او در صلیب سخن میگویم. برای همین در نزدتان سست و در ترس و لرز بزرگی بودم. سخنان و پیامم را با سخنان زیبا و حکمت و دانش انسانی تعلیم نمی دادم، بلکه با قوت روح القدس یعنی روح خدا آن را به شما رساندم، تا که با این طرز ایمان شما نه به اندیشه های آدمی بلکه به قوت خدا تکیه کند. ولی ما برای ایمانداران بر کمال خرد را اعلان می کنیم، لیکن ما حکمت و دانش این جهان یا خرد حکمرانان این جهان را که نابود می شوند تعلیم نمی دهیم. خردی که ما اعلان می کنیم نقشه خردمندانه خداست. پیش از آفرینش عالم او قرار داده بود که نقشهش برای منفعت ما است، اما آن را پنهان کرد. لیکن حکمرانان این زمان این نقشه خردمندانه خدا را نمی دانستند، چون که اگر می دانستند خداوند بزرگ را به صلیب مخکوب کرده نمی کشتند. چنان که در نوشتجات آمده است آنچه را که خدا برای آنهایی که او را دوست می دارند مهیا کرده است چشم ندیده، گوش نشنیده و درباره‌اش فکر به دل آدمی زاد نآمده است. اما این خرد را خدا به واسطه روحش به ما آشکار کرده است، زیرا روح خدا از تمامی چیز حتی از اندیشه های خدا آگاه است. اندیشه های شخص را غیر از روحش که در اوست کسی نمی داند. اندیشه های خدا را نیز تنها روح خدا می داند. ما نه روح این جهان بلکه روح خدا را قبول کرده ایم
تا هر آنچه را که خدا به ما عطا داده است بدانیم. سخنانمان را نه با کلمه هایی که حکمت و دانش انسانی به ما یاد داده است، بلکه با کلمه هایی که روح خدا به ما یاد داده است میگوییم. همین طور چیزهای روحانی را با آدمان روحانی میفهمانیم. کسی که روحانی نیست از روح خدا حقیقت را قبول نمی کند. این برایش بیعقلی است، چون که او قابلیت فهمیدن آن را ندارد. آن را فقط با یاری روح فهمیدن ممکن است. اما شخصی که روح القدس دارد روحانی است و به همه چیز بها داده می تواند، لیکن دیگران با او بها داده نمی توانند. زیرا در نوشتجات آمده است: هیچ کس اندیشه های خداوند را فهمیده نمی تواند و هم با او مصلحت داده نمی تواند. از بس که ما با مسیح هم فکر شدیم، اندیشه هایش را می فهمیم. باب 3. من به شما همچون آدمان روحانی، یعنی همچون آدمانی که روح القدس راهنمایی میکند، سخن گفته نتوانستم. برعکس من به شما همچون آدمان جهانی گپ زدم که گویا شما کودکان نوزاد در مسیح باشید. به شما نه خوراک سخت، یعنی پیام پره خدا، بلکه تنها شیر داده توانستم. زیرا شما برای خوراک سخت تیار نبودید و تا حال تیار نیستید. شما تا حال جهانی هستید. حسد و جنجالی که در بینتان هست نشان می دهد که شما نفسانی هستید و مثل آدمان این جهان رفتار می کنید. اگر یکی من پیرو پاولوس هستم، دیگری من پیرو اپولوس هستم گوید، شما از آدمان این دنیا چی فرق دارید؟ آخر خود اپولوس کیست؟ پاولوس کیست؟ ما فقط خدمتگاران خدا هستیم که شما به واسطه امان به مسیح ایمان آوردید و هر کس وظیفه را که خداوند به وی سپاریده بود اجرا نمود. شما کشتزار خدا هستید که من در آن تخم کاریدم. اپولوس آن را آب داد ولی خدا آن را سبزانید. بنابراین نه کارنده و آب دهنده، بلکه خدا مهم است که تخم را می سبزاند. کارنده و آب دهنده یک مقصد دارند و هر یکیشان موافق مهنت خود از خدا مکافات می گیرند. ما همکاران خدا هستیم و شما کشتزار او هستید. همچنین شما عمارتی هستید که خدا آن را می سازد. چه خیلی که بناکاری خردمند پیش از ساختن عمارت ته کرسی می گذارد، من نیز با فیض و مهربانی خدا اولین شده درباره مسیح خوشخبر را به شما رسانده ته کرسی گذاشتم. چه خیلی که بناکاران دیگر در بالای ته کرسی عمارت می سازند، پس از من معلمان دیگر آمده شما را تعلیم داده ایستادند. اما آنها کار را که من سر کردم با احتیاط باید دوام دهند، چون که هیچ کس بغیر از ته کرسی گذاشته شده که آن عیسی مسیح است ته کرسی دیگری گذاشته نمی تواند. شخص می تواند بر روی این ته کرسی از طلا و نقره، سنگهای قیمتبها، چوب و از خس و خاشاک خانه سازد، ولی در روز قیامت خدا کاری هر کس را با آتش می سنجد، چون که آتش صفت کاری هر کس را نشان می دهد. اگر آنچه بناکار در بالای ته کرسی ساخته است با آتش تاب آورد، او مکافات می گیرد. اگر در آتش سوخته نابود شود، بناکار از مکافات محروم می شود. ولی خودش مثل شخصی که گویا از درون آتش برآورده شده باشد
نجات می یابد. در گذشته خدا در مکان مقدسش یعنی در معبد حضور داشت. حالا باشد دانید که شما معبد خدا هستید و روحش در بین شما زندگی می کند. اگر کسی معبد خدا را نابود کند، خدا او را نیز نابود می سازد. چون که معبد تنها به خدا تعلق دارد و همان معبد شما هستید. هیچ کس خودش را فریب ندهد. اگر کسی از بین شما خود را در این دنیا خردمند حساب کند، بگذار در نظر این جهان نادان تابد تا که در نظر خدا خردمند گردد. چون که حکمت و دانش انسانی در نظر خدا نادانی است. در نوشتجات آمده است که خدا حکیمان را به دام مکر خودشان می افشاند. همچنین نوشته شده است خداوند اندیشه های خردمندان را می داند. او می داند که آن هیج و پوچ است. خلاصه از یگان آدم که پیروش هستید فخر نکنید. هم پاولوس، هم اپولوس و هم پتروس از آن شما هستند. همه چیز به شما تعلق دارد. این جهان، مرگ و زندگی، حاضره و آینده نیز از آن شماست. شما باشید از آن مسیح هستید و مسیح از آن خداست.